اینجا تخت جمشید قلب تپنده در آتش سوخته ایران است. سرزمینی سترگ با مردانی بزرگ که شب تاریک جهان را به انوار خدایی روشن می کنند. سرزمینی اهورایی با فرهنگی سیال، زنده و پویا. بزاران را فرا بخوانید. چه شب شومی بر اژدهای گذشت. کابوس های شوم. فرمانروای بزرگ ما، بر شما چه گذشته است؟ دیشب در خواب دیدم که از شکم دخترم ماندنا، عروس کمبوجیه هخامنشی، تاکی بزرگ رویده و چندان شاخ و برگ گسترده که سر تا سر آسیا را فرا گرفته است. امشب نیز این کابوس های شوم بار دیگر تکرار شد. اما این بار از بطن او نهر آبی خروشان جاری شد که تمام قلمرو من، سرزمین ماد و تمامی آسیا را آب فرا گرفت. چاره‌ای بیندیش خوابگزار بزرگ. اژدهای بزرگ فرمان دهد که در امان باشد. در امان هستی خوابگزار. سریع باش و حقیقت این کابوس های شوم را بر من روشن کن. از دخترت شاهزاده ماندنا کودکی به جهان خواهد آمد. بر تو غلبه خواهد یافت. به امپراتوری ماد پایان خواهد داد و بر تمامی آسیا و بخش‌های عظیمی از جهان فرمان روایی خواهد کرد. این خواست اهورامزدای بزرگ است. آرپاک، وزیر مرا بخوانید و بگویید ماندنا را از شوش به حکمتانه فرا بخواند. اینک این من اژدهای بزرگ، فرمان چیست؟ در انتظار به جهان آمدن نوزاد ماندنا می باش و او را به تمهیدی در نخستین روزهای تولد از میان بردار. من چگونه میتوانم خون شاهزاده هخامنشی را که از دو سو از خاندان شاهی نصیب میبرد به قتل آرم؟ شومی این کردار بر دامن خاندان من خواهد ماند. آرپاک، در آنچه گفتم لحظه ای میندیش و تردید نکن. اینک برو و بیش از این سخن بگو. او را بگو. شب هولناکی بود. آبستن حادثه شوم. اگر اتفاق می افتاد، غم‌انگیزترین ترور تاریخ به وقوع می پیوست و هرگز سپید دم امپراتوری هخامنشی بر نمی دمید. اما هارپاک وزیر به دلیل اینکه اژدهاک برادر او را ناجوانمردانه به قتل رسانیده بود، کینه او را به دل داشت. بنابراین نه تنها کوروش نوزاد را نکشت، بلکه تمهیدی اندیشید. به شبانش دستور داد گوسپندی کشت، جامه‌های کوروش را به خون گوسپند آغشته کرد و خود در نهان در رشد و پرورش او کوشید. این واقعه 589 سال قبل از میلاد مسیح رخ داد. سی سال بعد، در سال 559 قبل از میلاد، وقتی که فرمانروای جوان
که بیش از 30 بهار از عمرش نمیگذشت به ماد لشکر کشید، هارپاک در پیروزی وی بر دولت ماد نقش بزرگی ایفا کرد. تقدیر چنان بود تا کوروش بماند و دادگستر جهان باشد، ذوالقرنین قرآن و برگزیده خداوند. خدای بزرگ پروردگاری است که این سرزمین را آفرید، آسمان را آفرید، مردم را آفرید، شادی را آفرید و کوروش هخامنشی را آفرید که بر سرزمین‌های دور و بر قلب گشوده ملت‌ها فرمان براند. من کوروش هخامنشی اکنون که به یاری اهورامزدا بر اریکه پادشاهی ایران، بابل، اکد، سومر و سرزمین‌های دیگر تکیه داده‌ام، تا روزی که زنده‌ام دین، آیین و رسوم ملت‌هایی را که در قلمرو امپراتوری من می‌زیند محترم خواهم شد و هرگز فرمانروایی خود را بر هیچ سرزمینی تحمیل نخواهم کرد و برای تسلط بر ملت‌ها و فرمانروایی بر ایشان هرگز دست به شمشیر نخواهم. ظالمان در سرزمین من جایی نخواهند داشت. من حق ستمبران را از ستمگران خواهم ستاند و به ایشان باز پس خواهم داد. بهره کشی فرد از فرد در قلمرو من سراسر ممنوع است. به روشنی اعلام می‌دارم هر کس آزاد است از دین خود پیروی کند. در هر مکان و هر سرزمینی که دلخواه اوست زندگی کند، به شرط آنکه به حقوق دیگران لطمه نزند. من که کوروش هخامنشیم اعلام می‌کنم هر کس پاسخگوی اعمال خویش است و هیچ کس را نباید به خاطر گناه دیگری یا خویشاوندان او مجازات کرد. تنها گناهکار است که مستوجب مجازات است. هرگز به مردان اجازه نخواهم داد با زنان به عنوان کنیزکان خود رفتار کنند، آنان را بخرند یا بفروشند. من برانم تا آیین بردگی را در جهان برافرازد. اهورامزدا مرا یاد. برانداختن آیین بردگی. ایرانیان آزاده از دیرباز علیه بردگی شوریدند. آیینی که به صورت تبعیض نژادی هنوز در غرب به اصطلاح متمدن امروز به قوت خود باقی است. اینان اما قرنها پیش بردگان را برادر می شمردند و اعلامیه حقوق بشر می نوشتند. منشور کوروش و اعلامیه حقوق بشر او
موجب فخر و مایه مباهات انسان است. اینجا پاسارگاد است. در شمال این جلگه روزگاری کاخها و باغهای پرتراوت با درختان کهن و جویبارهای جاری به دشت پاسارگاد مقر کوروش بزرگ جلوه‌ای خاص می‌بخشید. این کاخها بر روی تپه‌ای که 50 متر از سطح جلگه بلندتر بود قرار داشتند. این بقایای دیوار سنگی عظیمی است که در هر کجای جلگه قابل رؤیت است. فاصله آن تا کاخ اختصاصی کوروش حدود 1 کیلومتر است و 2300 متر با مقبره او فاصله دارد. چشمانداز صفه بسیار وسیع و خوشمنظر است و هنگامی که شخصی بر فراز آن می‌ایستد در می‌یابد چه حسن سلیقه‌ای در انتخاب این محل به کار رفته است. این صفه شاید به منظور انجام فرایض مذهبی ساخته شده باشد، مانند زیگورات‌هایی که در اغلب آثار قدیمی ملل شرق دیده شده است. بر حسب نوشته هرودوت، ایرانیان باستان مراسم مذهبی را در جاهای بلند که سقف آن باز بوده است به جا می آوردند. او می نویسد عبادت پارسی ها این است که بر قله بلندترین کوه بالا روند و از آنجا به درگاه ژوپیتر قربانی نثار کنند. ژوپیتر نامی است که آنها به فلک الافلاک می دهند و همچنین ایشان هدایایی به خورشید، ماه و زمین و نیز آتش و آب و باد هدیه می کنند. گزنفون می نویسد کوروش به سبب یک خواب دریافت که زندگانی او به آخر رسیده است. به همین جهت قربانی هایی را برای خدا برگزید و موافق آیین پارسیان به کوهستان برد تا برای اهورامزدا پشتیبان میهن خود و خدای خورشید قربانی کند. این ستون سربلند تنها بازمانده 10 ستون دیگر است که پایه‌های یک کاخ باشکوه در حد اعلای معماری و حجاری بودند. کاخی زیبا که در روزگار خود عروس کاخهای پاسارگاد بوده است. این ستون استوار قامت بلند تاریخ است که این چنین لجوجانه بر پای ایستاده و سر به آسمان می‌ساید تا با زبان سنگانه خیش بگوید این سرزمین خطه شیران و دلیران، خطه حماسه سازان و ملک راست قامتان است. از آن همه ستون که کوروش برافراشت تنها این ستون پابرجاست، نشانه فخر امپراتوری که جهانی را به تحسین واداشت. اما موریانه قدرت سرانجام یک از پی دیگر ستونها و ارکان دولت هخامنشی را فرو ریخت.
بر جرز ایوان شرقی سنگ نوشته‌ای در 4 سطر به 3 خط میخی، ایلامی و بابلی با این مضمون حک شده است: من کوروش هخامنشی. این نوشته میخی پارسی مقدمترین نوشته پارسی باستان پس از لوحه‌های سیم و زر آریارمنه و آرشامانیای بزرگ داریوش است. هرگز فکر نمی کردم رویایی که در سر داشتم روزی به حقیقت بپیونده. من در تخت جمشید نشستم و صدای پای کوروش رو که از پله‌های این قصر باشکوه میگذره میشنوم، با یک تبسم شکوهمند و شاهانه، مثل اینکه از من میپرسه هلندی اینجا چه میکنی؟ اینجا چه میکنم؟ به سیاحت تاریخ اومدم امپراتور. تاریخ تو را سیر میکنم. در فاصله 1350 متر از آرامگاه کوروش، کاخ اختصاصی وی از سمت ایوان شرقی رو به باغ شاهی گشوده می شده است، با آبنمه‌های سنگی که پیوسته از آنها آب فوران می کرده است. بر پیشانی یک سنگ نوشته در جرز جنوبی تالار تنها 3 کلمه نوشته شده است: من کوروش هخامنشی. درهای باریک و کوتاه این کاخ گواه آنند که تنها محارم شاه می توانستند از آن بگذرند، زیرا درگاه تالارهای پذیرایی و بار عام پهن و بلندند. بلندی این درها گاهی از 3 متر و 16 سانتی متر می گذرد. بیگمان آسایش و آسانی رفت آمد مردم و بار عام یافتگان پیش نظر بوده است. نبونید فرمانروای ستمگر بابل، خشن و بدکردار، با خشم و کین و دروغ بر بابل و بابلیان ستمگرانه حکم می‌راند. ایشان را به بردگی و بیگاری می‌کشید. دخترکان را به قربانگاه می‌فرستاد و اندوه و غم در شهرها می‌پراکند و از پرستش مردوک، خدای بزرگ، روی برمی‌تافت. سرانجام مردوک از بسیاری ناله و دادخواهی مردم به ستوه آمد، زیرا مردم سرزمین‌های سومر و اکد نیز چون مردگان می‌زیستند. مردوک مقدر ساخت تا کوروش بدون جنگ و خونریزی به شهر بابل وارد شود و بابل را از هر بلایی ایمن بدارد. در این ماجرا نبونید به دست کوروش افتاد.
مردم بابل، سومر و اکد و همه فرمانروایان محلی فرمان کوروش را پذیرفتند. از پادشاهی او شادمان شدند و با چهره‌های گشاده وی را بوسیدند و در آغوش گرفتند، زیرا که از چنگال مرگ و غم رهایی یافته بودند و به زندگی باز می‌گشتند. سپاه بزرگ من به آرامی به بابل درآمد، بی آن که کمترین رنج و آزاری بر مردم روا دارد. ای اهورامزدا، من که کوروش هخامنشی هستم، فرزندان و سپاهیانم همواره تو را پرستیدیم و ستایش کردیم، زیرا که تو شایسته ستایشی. به یاری تو بود که سرزمین‌های ناگشوده را گشودم و بر ستمکاران که ملت‌های خیش را به بند و بردگی می‌کشیدند ظفر یافتم، زیرا که خواست تو چنین بود. به یاری تو بود که بابل را بدون حتی ریختن یک قطره خون، بدون آتش سوزی و بدون تاراج گشودم و با فریاد شادی مردم به آن شهر درآمدم. شاهان مغلوب را بخشیدم و برای ملت‌ها آزادی، آرامش و شادی برمغان بردم. ایرانیان پیوسته پیام‌آور صلح و شادی‌اند. از دیرباز روح تغزلی و شاعرانه با پیام‌های اعلای انسانی در این سرزمین سرشار از اسطوره و حماسه موج می‌زده است. اینجا مردانی میزیستند که پیوسته یک نگاهشان به آسمان در پی تکریم خداوند و نگاه دیگرشان بر زمین برای سپاسگزاری از نعمات بی‌دریغ او بوده است. اسکندر پس از آمدن به پاسارگاد دستور داد آرامگاه کوروش را بگشایند. او شنیده بود که این مقبره از طلا و نقره سرشار است، اما در کمال شگفتی جز سپری پوسیده، 2 کمان سکایی و 1 شمشیر چیزی نیافت. اسکندر ردایی را که بر دوش داشت بیرون آورد و روی تختی که جسد کوروش بر آن قرار گرفته بود کشید و تاجی از زر ناب روی تخت گذاشت. تاریخ نویسان یونان باستان کتسیاس را گواه می‌گیرند که گفت ایکسابات نامی از سوی داریوش بزرگ مأموریت یافت جسد کمبوجیه هخامنشی را از شام به پارس بیاورد. هرتزفلد باستانشناس فقید بی هیچ گونه تردیدی تأکید می‌کند که اینجا آرامگاه کمبوجیه است که به تخت گوهربین شهرت دارد. آنان که آن را آتشگاه و یا زندان سلیمان نامیدند تنها رفع تکلیف کردند. تاریخ تردیدی به خود راه نمی‌دهد که داریوش کبیر برای جانشین کوروش، فاتح مصر و برادر همسرش ملکه آتوسا آرامگاهی درخور نساخته باشد و او را به دست فراموشی سپرده باشد. کاخ شرقی در 300 متری شرق تالار پذیرایی دارای ستون‌های عظیم و مرتفع بوده که اکنون دیگر نشانی از آنها نیست. نقش کوروش که در ردیف کهن‌ترین آثار حجاری و نقوش برجسته عهد هخامنشی است، در درگاه شمالی قرار دارد. نقشی منحصر به فرد.
با 4 بال مجسم شده است که مظهر خیر خداوندند. افزون بر این، مقام روحانی و معنوی کوروش نیز در خلق این اثر هنری برجسته تأثیر عمیق داشته است. این تالار قدیمی ترین کاخ در کنار باغ شاهانه کوروش است که به منظور برگزاری مراسم مذهبی و ملی مورد استفاده قرار می گرفته است. اینجا قلمرو مردی است از اقیانوس هند تا دریای سرخ، از آن سوی خوارزم و دریاچه آرال تا مدیترانه، از دریای خزر تا دریای پارس و از رود دانوب در قلب اروپا تا حبشه و لیبی در آفریقا گسترده بود. منم کوروش، شاه جهان، فرمانروای دادگر بزرگ، پسر کمبوجیه، شاه انشان.